چند نکته در باب اعلام جنگ رضا پهلوی علیه کردها. ترسیم آینده‌ای نگران کننده و مملو از جنگ برای ایران. رضا پهلوی فرزند دیکتاتور سابق در آخرین توییت خود علیه مردم کرد اعلام جنگ کرد. وی با اشاره به ائتلاف 5 حزب کردی آنها را چند گروه تجزیه طلب خوانده که به گفته وی ادعاهای موهوم و سخیف را درباره تمامت ارضی مطرح کردند. یادآور می شود که روز یکشنبه 5 حزب کردی با انتشار بیانیه‌ای ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران را اعلام کردند. مبارزه مشترک برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف این ائتلاف اعلام شده است. پهلوی در ادامه توییتش ضمن تهدید مردم کرد اعلام کرده که به عنوان اولین اقدام بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و در صورتی که وی قدرت را در دست بگیرد به ارتش دستور خواهد داد تا به گفته وی تجزیه طلبان بخوانید مردم کرد و کردستان را سرکوب کند. در این رابطه یادآوری چند نکته به رضا پهلوی و همفکرانش ضروری است. اول، نزدیک به 5 دهه از اعلام جهاد خمینی علیه کردهای به گفته وی کافر می‌گذرد. امروز دیگر برای تمام مردم ایران روشن شده که این کردها نبودند که سر می‌بریدند و می‌خواستند کردستان را جدا کنند. در آن زمان یکی از خواسته‌های اصلی رهبران کرد این بود که تنها چند دقیقه در رادیو و تلویزیون ایران با آنها فرصت داده شود تا درباره خواسته‌های کردها برای مردم ایران صحبت کنند. این اجازه به آنها داده نشد و تبلیغات رژیم خمینی علیه کردها به صورت گسترده در مناطق مختلف ایران منتشر شد. رژیم خمینی با خفه کردن صدای حق‌خواهی کردها و تبلیغ علیه آنها با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داشت می‌خواست کشتار دست جمعی کردها را برای مردم ایران توجیه کند. ولی تو در زمان بدی هستی، چون نمیتوانی با یک توییت یا با استفاده از رسانه‌هایی که در اختیار داری خواسته‌های مردم کرد را آنطور که دوست داری بیان کنی و از همین امروز برای کشتار کردها زمینه سازی کنی. مردم ایران امروز بسیار آگاه تر از گذشته هستند. در واقع کور خواندی. دوم، رضا پهلوی با این توییت خیلی خوب دست خودش را رو کرد و هدفش برای آینده ایران را افشا کرد. تو به مبارزات چندین ساله مردم خیانت کردی. به جوانانی که برای یک آینده بهتر جان خود را از دست دادند، به مادران و پدرانی که برای فردایی متقاعدتر برای فرزندانشان و نسل آینده خود را فدا کردند، به مردمی که تنها کمی آرامش و آسایش از این زندگی می‌خواهند خیانت کردی. با این توییت آینده‌ای وحشتناک برای همه مردم ایران را ترسیم کردی. آینده‌ای که از کردستان تا بلوچستان، از آذربایجان تا خوزستان، از ترکمن صحرا تا لرستان و گیلان و خونریزی و کشت و کشتار حاکم خواهد بود. لیاقت مردم این کشور بسیار بیشتر از آن چیزی است که تو امروز ترسیم می‌کنی. سوم، بودند کسانی گردن کلفتر از تو و در شرایطی بسیار بهتر از تو از تجزیه طلبی گفتند، کشتند و آرزوهای مردمی را به یغما بردند. به ارتش می گفتند چکمه های خود را در نیاورید تا کردستان را آرام نکیند. می گفتند ما با کفر می جنگیم، نه با کرد. ولی هیچگاه نتوانستند خواست آزادی خواهی، حق طلبی و هویت خواهی را از این مردم بگیرند. شاید تو با رسانه هایی که در اختیار داری و سوار بر موج خشم مردم بتوانی قدرت مرکزی را در اختیار بگیری. شاید با اعزام ارتش و گارد جاویدان، سپاه کنونی
بخواهی کردستان و دیگر نقاط ایران را سرکوب کنی و به قول خمینی این قائله را به پایان برسانی. ولی لازم است بدانی آنچه که از زمانی پدر بزرگ ظالمت، در زمان پدر ستمگرت و در زمان رژیم خمینی با هیچ ابزار سخت افزاری و نرم افزاری از بین نرفت، خواست آزادی خواهی، حق طلبی و هویت خواهی کردها بود. تو هم زهی خیال باطل. 4. در دهه 60 پس از چند سال مبارزه احزاب کردی و هزاران کشته از نیروهای کرد و نیروهای رژیم ایران، خمینی خطاب به کردها گفته بود: بیایید ببینیم چه می‌خواهید. دکتر قاسملو در جمع پیشمرگه ها و با زبان طنزآمیز گفت: بگویید 2 کیلو پیاز و 1 کیلو سیب زمینی می‌خواهیم. پس از چند سال جنگ و هزاران کشته و نابودی زندگی هزاران کودک، تازه می‌پرسید چه می‌خواهید؟ آن خمینی بود، ولی تو که تقریباً تمام عمرت را در یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان زندگی کرده ای، با احزاب کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم، رهبرانشان و خواسته های آنها آشنا هستی. حتی چند سال پیش می‌خواستی با یکی از رهبران کردها ائتلاف تشکیل دهی. پس لطفاً وقتی ارتشت را به کردستان و آذربایجان و بلوچستان و خوزستان فرستادی، بعد از چند سال کشت و کشتار و قتل عام، گفته خمینی را تکرار نکن، چون این بار نه تراژیک که خیلی کمیک می شود. 5. استادت روح الله خمینی می گفت: جنگ نعمت است، چون تنها از طریق جنگ می توانست قدرتش را با استفاده از نیروهای نظامی تثبیت کند. قطعاً دانش آموز خوبی هستی، چون از رژیم جمهوری اسلامی خوب درس یاد گرفته ای. آغاز جنگ با ملت‌های تحت ستم و سوار بر موج ناسیونالیسم افراطی حتماً یکی از راه‌هایی است که در نظر داری تا قدرتت را در آینده تثبیت کنی. مسلماً این جنگ تنها به کردها ختم نخواهد شد. تمام کسانی که با تو نیستند، خودی نیستند، طرف مقابلت در این جنگ خواهند بود. بیچاره مردم ایران که چه سرنوشتی در انتظارشان است. 6. پدر بزرگت رضا میرپنج به خوبی درسی را که از روشنفکران ایرانی تحت تأثیر ناسیونالیسم دیگر ستیز آلمانی آموخته بود در عمل پیاده کرد: ایجاد یک قدرت مرکزی مقتدر و سرکوب حاشیه. پدرت هم همین راه را ادامه داد، رژیم خمینی هم همینطور، و تو امروز با این توییت اعلام کردی که قصد داری همان چرخه باطلی که تنها به تولید دیکتاتوری در تهران خواهد انجامید را ادامه دهی. برای خونهایی که برای آزادی و آینده‌ای بهتر ریخته شدند باید خون گریست. در پایان باید گفت شاید یک جریان راست افراطی در یکی از کشورهای منطقه تنها حامی تو، تأمین کننده بودجه تلویزیون‌هایت و مجری کمپین ربات‌ها و حساب‌های جعلی در سوسیال مدیا باشد، ولی زیاد هوش نمی‌خواهد تا بدانی یک ایران متلاشی شده که هیچگاه در آینده نتواند قدرت تأثیرگذاری داشته باشد، مسلماً مهمترین منبع تأمین کننده منافع این جریان خواهد بود. شاید تو یک مهره خوب برای اجرای این پروژه باشی. تجزیه طلب واقعی تویی رضا. جان فدا هر جان فدا